نخست باید که مؤمن علم را بداند که چیست، تا چون بشناسدش طلب نتواندش کردن مر او را، که هر کی چیزی را نشناسد هرگز بدو نرسد. پس گوییم که علم اندر یافتن چیزهاست چنان که آن چیزهاست، و اندر یابنده چیزها چنان که هست عقل است، و علم اندر گوهر عقل است، و گواهی عقل کلمه باری است سبحانه و تعالی، که همه روحانیان و جسمانیان زیر او است، و هر چی زیر علم نیاید مر او را هست نشاید گفتن. پس هر چی علم بر وی محیط است همه جز خدای است، و چون روا نیست که خدای تعالی زیر علم باشد، و علم آن است که چیزها و هستیها همه زیر اوست و نیست هم نیز زیر اوست، روا نباشد که گوییم خدای هست و یا نیست، از بهر آن که هر دو زیر علم است و خدای زیر علم نیست.